name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the creator of the creatures, who is the king of the kings. Hello dear students, I hope you're all doing well, safe and sound. Welcome to our new lesson, Grade 8 English book, Unit 3, Lesson 4, Part 1, page 30 and 31. با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم شاگرد عزیز. خدا کنه خوب و جور و سلامت باشین. خوش آمدین به درس جدید ما. کتاب انگلیسی صنف 8 فصل 3 درس 4 بخش اول صفحات 30 و 31. Dear students, before we start our new lesson, we are going to review our previous lesson. شاگرد عزیز، قبل از یک درس جدید خود آغاز کنیم، ما شما قرار است یک مرور داشته باشیم به درس گذشته خود. In the previous lesson, we have studied 4 sections. در درس گذشته ما شما 4 بخش را آموختیم. Conversation، محاوره، grammar، دستور زبان، listening، گوش کردن، and writing و بخش نوشته کردن بود. So, in today's lesson we are going to study 2 sections. در درس امروز ما شما قرار است 2 بخش را بیاموزیم. Before we start our new lesson, قبل از اینکه درس جدید خود آغاز کنیم، شاگردان عزیز میفهم کارهای خانگی را انجام دادین، داخل چک میکنم. پنسل، قلم، کتاب، کتابچه، همه چیز آماده، بریم درس خود آغاز کنیم. فونیکس، صدا شناسی. به کتابایتان متوجه باشین، ما براتون میخوانم، معنا میکنم، تشریح میکنم. درست؟ R blends، ترکیب صدای R. R blends are the R sound with another consonant like in crab and dress. صدای ترکیبی R او صدای است شاگرد عزیز که با یک حرف بی صدای دیگه ترکیب شود، مثل crab and dress. Rule، قاعده یا قانونش چی است؟ Remember that in consonant blend 2 or more consonants are together. بر ما شما میگه به یاد داشته باشید که در ترکیب حرف بی صدا 2 یا چند حرف بی صدا با هم هستند. The sounds blend together. صداها با هم دیگر ترکیب می شوند. Each sound is heard. هر صدا شنیده می شود. You can hear R blend at the beginning of brown and crab. شما می توانید ترکیب R را در آغاز brown and crab بشنوید. خب شاگرد عزیز، این بود بخش فونیکس یا صدا شناسی ما شما. بریم یک تمرین را انجام بدیم تا خوبتر یاد بگیریم درس خدا. متوجه باشین. A. Listen to the words and repeat them orally after your teacher. بر ما شما گفته که با معلمتان گوش بدهید و بعدا همراهش یک جای بخوانید. ما براتون میخوانم، بسیار با دقت گوش میگیرین شاگرد عزیز. The first picture or the first word، اولین تصویر یا اولین کلمه ما شما bread، bread، نان، crown، تاج، crown، تاج، frog، frog، بقه، train، train، ریل یا قطار. بسیار خوب شاگرد عزیز، این بود اکتیویتی A یا اول ما شما که انجام دادیم. بریم به طرف اکتیویتی یا فعالیت دوم. Look at the pictures and complete the words with the correct blend. بر ما شما گفته به تصاویر نگاه کنین و تکمیل کنین امی تصاویر را، امی خانه های خالی را با ترکیب درست. خوب دقت کنین. The first one، اولش خانه خالی است، APES، ترکیبش میشه grapes، انگور، grapes، انگور. دومش dress، DR، dress. دو دانش ما براتون نوشته کردیم شاگرد عزیز و طور نمونه. بقیش من میخوانم، شما هم نوشته میکنین. سومش crab، crab. تصویر چهارم fruit، fruit، fruit. تصویر پنجم prayer، prayer. تصویر ششم یا آخرین تصویر tree، tree.
tree. بسیار خوب شاگرد عزیز. ای بود بخش فونیکس یا صداشناسی ما شما. بریم به طرف بخش grammar summary یا خلاصه دستور زبان. خب شاگرد عزیز، رسیدیم به بخش grammar summary یا خلاصه دستور زبان. خوب به دقت گوش کنید شاگرد عزیز. past simple tense affirmative شکل مثبت، گذشته ساده past simple tense negative شکل منفی گذشته ساده. ببینین I walked home last night. من قدم زده به خانه آمدم شب گذشته. ببینین walked چی است شاگرد عزیز؟ از جمله فعل ها یا ورب های regular است یا منظم است. هر سه شکلش ببینین شکل اول walk، شکل دوم walked فقط ایدی میگیره و شکل سوم walked. هر سه شکلش ببینین منظم است. اما غیر منظم یا irregular که میشه شاگرد عزیز، ببینین she went home last night. او دختر رفت به خانه شب گذشته. ببینین ای چی است؟ went فعل ما went irregular است، نامنظم است یا بی‌قاعده است. شکل اولش go، شکل دومش went، شکل سومش gone. ببینین شکلش اصلا فرق داره از یکی دیگه خود، مثل walk نیست. درست؟ یک مثال دیگه he went home last night. او بچه رفت به خانه شب گذشته. این شاگرد عزیز بود بخش چی؟ affirmative یا مثبت. با طرف منفیش بریم. past simple tense negative شکل منفیش. ببینین I did not go home last night. من دیشب به خانه نرفتم. I did not go home last night. ببینین چی شد؟ did استفاده شد. went دوباره past چی شد؟ به شکل اول خود رفت go. I didn't یا did not هر دویش مشکل نیست. I didn't go home last night. من شب گذشته به خانه نرفتم. ببینین they didn't go home last night. آنها شب گذشته به خانه نرفتند. برای هر 7 subject pronoun ما شما فقط از did استفاده میکنیم. کدام چیز دیگه نداره. he, she, it, I, we, you, they هر 7ش فقط از did استفاده میکنیم. خب did and yes no question همراه did از ما شما سوال شوه و ما شما چه رقم به yes no question جواب بدیم. ببینین did you walk home. ببینین did you go home. آیا شما خانه رفتین؟ آیا شما خانه رفتین؟ did you go home. اگر رفته باشین میگه که yes I did. بله من رفتم. اگر نرفته باشین میگه no I didn't. نه خیر من خانه نرفتم. بسیار خوب شاگرد عزیز، یک مثال دیگه ما براتون کار میکنم. ببینین did you walk home. آیا شما قدم زدین به خانه رفتین؟ اگر رفته باشین میگین yes I did. اگر نرفته باشین قدم زده به خانه میگین no I didn't. خب شاگرد عزیز، رسیدیم به WH question with past tense verb. بر ما شما WH question است با شکل گذشته فعل. ببینین where, when, what time, why. Where did you go. شما کجا رفتین؟ When did you go. چند بجه رفتین؟ What time did you go. دقیق ساعت چند رفتین؟ Why did you go. چرا رفتین؟ شکل چی است شاگرد عزیز؟ WH question با simple past. ببینین در جواب میگین، ببینین در جوابش میگین I went home. من به خانه رفتم. I went home yesterday. من به خانه رفتم دیروز. I went home yesterday at 6 o'clock. من ساعت 6 دیروز به خانه رفتم. چرا رفتی؟ I went home yesterday at 6 o'clock to study. به خاطر از اینکه درس بخوانم. خب شاگرد عزیز، این بود بخش گرامر سمری. ما شما یک فعالیت انجام میتیم که خوبتر و بهتر یاد بگیریم. خب شاگرد عزیز، یک فعالیت انجام میتیم ببینیم از ما شما چی خواسته. Complete the conversation with correct form of the verb. بر ما شما گفته با شکل درست فعل conversation یا محاوره رو تکمیل کنین. I really خانه خالی enjoy the game. میفهمیم که شکل گذشته است. میگیم I really enjoyed the game. من واقعا از چی؟ از مسابقه لذت بردم. Did you داخل قوس بر ما شما like داده شده. Did you like it too. آیا شما هم خوشتان آمد؟ همچنان خوش شما آمد؟
سوال کرده؟ خوب شاگرد عزیز، 2 دانه شما براتون تکمیل کردم، باقیش شما میتونین که تکمیل کنین. این بود درس امروز ما و شما. بیاین که درس خود یک جمع‌بندی کنیم. In today's lesson we have studied 2 sections. در درس امروز ما و شما 2 بخش خواندیم. Phonics and Grammar Summary. صداشناسی و خلاصه از دستور زبان. بریم به طرف کارهای خانگی. نوشته کنین کار خانگی. Make 3 examples for WH questions. Make 3 examples for WH questions. برای WH question که خواندیم 3 مثال نوشته کنین شاگرد عزیز. بسیار عالی شاگرد عزیز. این بود درس امروز ما شما. خدا کنه درس امروز یاد گرفته باشین، براتون مفید و جالب تمام شده باشه. تا درس آینده باز هم یکی دیگه خدا میبینیم. شما را به الله یکتا و بی‌نیاز میسپارم.